گرچه روباز به نظر می آمد اما روباز نبود. گنبد بالای تالار چنان بزرگ و بلند بود که گویی سقف آن به آسمان می رسید. نور ملایم خورشید از لابلای پشت دریاهای چوبی و منبت کاری شده به درون گنبد رخنه می کرد و به کف و دیوارهای تالار می تابید. روشنایی در میان آبی که از آب نما بیرون می زد می رقصید و چون نقره مذاب بر سطح حوض پخش می شد. پرندگان در میان شاخ و برگ درختان میوه و بوته‌های گلی که با بوی خوش خود هوا را عطرآگین کرده بودند در پرواز بودند. قالی‌های لاکی زیبا با تار و پودی از طلا و پشم سنگ‌های جواهر نشان کف را فرش کرده بودند. به جستجوی نشانی از لکه‌های خون به کاشی‌های حوض و آبنما نگاه کردم. اما جز حاشیه‌های رنگارنگ کاشی‌ها همه جای آنها مثل برف سفید بود. خواجه باشی حرمسرا گوشه‌ای روی بالشی بزرگ نشست. من در یک آن و از زیر چشم او را نگاه کردم. مردی سیاه چرده بود که اگر لباس ابریشمی‌اش را ندیده می‌گرفتم. قسمت دوم، شهرزاد. خاله خاور همیشه میگفت که من بچه خیال بافم. او همیشه میگفت مرجان دست از خیال بافی بردار، واقع بین باش. به اطرافت نگاه کن. اون با آنکه اغلب مخفیانه به قصه هایم گوش میداد، از اینکه برای بچه‌های در همسایه قصه میگفتم ناراضی بود. خاله خاور کار مرا خیال بافی مینامید و با رفتاری ناخوشایند بینیش را بالا میکشید. اما من به او میگفتم خاله خاور شهرزاد را ببین. قصه گویی میتواند واقع بینانه هم باشد. قصه ها میتونه جون آدم ها را نجات بده. البته که میدانستم شهرزاد خواهر هم دارد. همه میدانستند. شبی که شهرزاد به عقد شهریار در آمده بود از او خواسته بود تا پیش از سپیده دم و رسیدن زمان کشتن او اجازه دهد آخرین قصه را هم برای خواهر کوچکترش تعریف کند. شهریار پذیرفته بود و به این ترتیب اندکی پیش از دمیدن سپیده دمان غلامان شهریار به دنبال خواهر شهرزاد رفته بودند. هنگامی که شهرزاد برای خواهر خود قصه می گفت، شهریار هم به قصه او گوش می داد. وقتی شهرزاد متوجه نزدیک شدن سپیده دم شده بود، قصهش را در اوج هیجان و ماجرا نیمه کاره رها کرد. شهریار که به شنیدن پایان ماجرا علاقمند شده بود، یک شب دیگر هم به او امان داده بود تا قصهش را به پایان برد. اما این اتفاق شب بعد هم رخ داد. غلامان شهریار به دنبال خواهر شهرزاد رفته بودند. شهرزاد قصه دیگری را در اوج هیجان نیمه کاره رها کرده بود و شهریار باز شب دیگری را به او امان داده بود. و این ماجرا به همین ترتیب پیش از 2.5 سال ادامه یافت. در این مدت شهرزاد 3 پسر برای شهریار به دنیا آورده بود که آخرین آنها درست هفته پیش متولد شده بود. اکنون مردم شهر نفس راحتی می‌کشیدند. آنها دیگر نه دخترانشان را پنهان می‌کردند و نه آنها را به کمک ابو مسلم شورشی پرآوازه‌ای که به فرار دختران کمک می‌کرد به نقاط دوردست می‌فرستادند. شهرزاد کشتار را متوقف کرده بود. بدین سان چیزهایی درباره دنیازاد خواهر شهرزاد شنیده بودم، اما هرگز چنان که باید و شاید به او فکر هم نکرده بودم. اما اکنون به تنها چیزی که درباره او فکر می کردم این بود که کاش آهسته تر راه می رفت. او به سرعت در پس پرده ها، دیوارها و راهروهای طاقدار قصر از نظر ناپدید می شد و من برای آنکه گمش نکنم مجبور بودم به دنبالش بدوم. دنیازاد از کنار حیاتی خلوت که سینه سرخ‌ها در میان شاخ و برگ‌های درختان خوشبوی آن نشسته بودند گذشت. سپس از روی جویباری که آب در میان کاشی‌های آبی آن شرشر می‌کرد رد شد. او دری چوبی اما مخفی را گشود و از پله‌های راهروی تاریک و نمور و پرپیچ و خم بالا رفت.